بچه‌ها، ولاگ جدید داریم. برای وعده اول آش شله قلمکار گرفتم با این مخلفات روش، یه سیخونک هم بریزم، خیلی گرسنم بود، یه قاشق خوردم و همچنین حلیم خوشمزه با تاپینگ روش کنجد و روغن حیوانی و شکر قهوه‌ای و خیلی گرسنم. بریم که زودتر شروع کنیم که کلی خوراکی امروز تو مغزمه، میخوام همه رو براتون بخورم. بریم که شروع کنیم. اول از همه آش شله قلمکار، چون بوش داره دیوونم میکنه. بریم تو کارش. توش پر گوشته. دوست دارید مثلا آش رو به عنوان صبحونه بخورید؟ حالا حلیم که میخورم، ولی مثلا آش رو برای صبحونه دوست دارید؟ من که خیلی کلا با چیزای گرم برای صبحونه خیلی حال میکنم. این پیاز داغ روش یه دنیا میارزه، خیلی خوشمزه است. این تموم شد. بریم سراغ حلیم. این خیلی خوشمزه، ببین توش پر گوشت بود، واقعا خیلی چسبید. به عنوان اولین چیزی که خوردم توی این ولاگ. حالا بریم سراغ حلیم و بعد حلیم هم یه چیزی من آماده کردم، میرم سریع میارم. بوی روغن حیوانی آدمو دیوونه میکنه. نه شاید کنجد و روغن حیوانی رو حلیمم. توش پر گوشت بوقلمونه. اینم تمام شد. برم اون بر یه چیز خوشمزه دارم، یعنی چند تا چیز خوشمزه دارم، بردارم بیارم. البته 10 دقیقه وسطش استراحت میدم که مزه یادم بره که اون بیشتر بهم بچسبه. خیلی چسبید واقعا. خیلی وقت بود آش نخورده بودم، مخصوصا آش شله قلمکارم خیلی دوست دارم، خیلی. برم الان میام. اسنک خوشمزه، اسنک پیتزایی. نه داخلش پر پنیر و دقیقا مواد پیتزا، ژامبون و فلفل دلمه و قارچ. اینا خیلی خوشمزه است. عالیه. یکی از ویژگی اسنک اینه که نمیشه بدون سس خوردش، چون یکم این نونش خشکه. ولی خب
منم عاشق سسم دیگه، مشکلی با این قضیه ندارم. فکر کنم دندونم شکست. نه نه خیلی اسنک چسبید. برم یه چند تا آیتم دیگه هم بردارم بیارم، سنتی طور و ایرانی طور. خودم که عاشقشم، میدونم شما خیلی دوستش دارید چون چند نفرتون درخواستش کرده بودید. برم بیارم و بیام. میرزا قاسمی و کشک بادمجون با نون تازه تافته. عاشق چیزای بادمجونی ام، عاشق بادمجونم. حالا از این قضیه سوء استفاده نکنید، چون کنید تیکه انداختن، ولی میمیرم برای بادمجون. یعنی هر غذایی که با بادمجون درست شده باشه من میمیرم براش. خیلی دوست دارم. از کدوم شروع کنیم؟ از اینکه تخم مرغ داره میرزا قاسمی. بوش یعنی بوی کبابی طور میده، دیوونه میکنه آدم. از میرزا قاسمی تموم شد. بریم برای کشک بادمجون. از میرزا قاسمی هم خوشمزه دارم. بادمجونش حسابی سرخ شده و له شده واقعا. خیلی لذیذه. اینم از این. دسر گذاشتم اون طرف، برم بردارم بیارم بخورم که حالشو ببریم. خیلی چسبید. من عاشق غذای بادمجونی ام بچه‌ها، واقعا میگم. البته حلیم بادمجون از کشک بادمجون بیشتر دوست دارم چون حلیم بادمجون گوشت داره. منم عاشق گوشتم، البته نه به اندازه مرغ بیشتر از گوشت دوست دارم. الان برمیگردم. کیک شکلاتی خیس و کیک وانیلی خیس. به به. بذار خوشمزه رو بذارم آخر سر بخورم. ولی اینو بخورم. بوی وانیلش. خیلی بوی وانیلش غلیظه، واقعا دیوونه میکنه آدمو. تازه و نرم.
وانیلیش که واقعا تازه و لذیذ بود. بریم سراغ شکلاتی خیس که من میمیرم برای هر چیزی که بوش خیلی خوبه بچه. من شیرینیجات حلاک شیرینیجاتم خیسه نگاه کن. تو دهن آب میشم. یه تقریبا 1-2 ساعت به خودم استراحت میدم. بعدش هم شروع میکنم یه چند تا غذای خوشمزه میارم که با هم داشته باشیم. فعلا که تقریبا میشه گفت یه کوچولو سیرم. برم یه فیلم ببینم یا یه انیمیشن تا برگردم ببینم چی میشه دیگه. خیلی حال داد، مخصوصا این آیتم آخر، این کیک شکلاتی خیس واقعا عالی بود. یعنی دارم ذوق‌مرگ میشم، واقعا دارم میگم خیلی خوشمزه بود. بریم که ببینیم چی میشه دیگه. فعلا بعد از اون همه آش و حلیم و نمیدونم غذای سنتی واقعا دیگه باید بزنیم تو کار فست فود. یه ساندویچ خیلی خفن از اتاویچ سفارش دادم. حتی نمیدونم تو دوربین عقب دیگه، درسته فکرم دوربین جلو چپه میفته. خیلی بوش خوبه. خب داخلش نشون بدم. از این نونای پرکنجد و هاتداگ پر قارچ و پنیر و مخلفات. انقدر که نرمه میترسم جرواجر بشه دیگه، بیشتر از این بازش نمیکنم. فقط بریم تو کارش که من دارم میمیرم. ببین دارم میمیرم. دور کنار از وسط نصفش میکنیم که راحت تر بخوریمش. واو داغ و تازه به دستم رسیدم. یکم سس فرانسوی بریزیم روش. با سس فرانسوی عالی میشه. خب بریم سراغ نصفه بعدی.
ساندویچش لذیذ و خوشمزه و گرم و تازه بود. البته نمیخوام تبلیغ کنم حالا، ولی واقعا خوشمزه بود. یعنی میخوام بگم اگه میخوان از عطاویش ساندویچ بگیرید خیلی حال داد. احتمال زیاد آیتم بعدی رو غذای سنتی داشته باشیم. حالا تا ببینم چی دلم میخواد و بعدش هم یه آیتم دیگه و بعدش که تمام میکنیم دیگه. حالا منتظر 2 آیتم بعدی باشید. نفسم بالا نمیاد. برم تا تقریبا یه ساعت 2 ساعت دیگه. نرید شما باشید، من میرم برمیگردم. خیلی دوست دارم، یعنی واقعا معدم ته نداره، انگار لنگ جوراب سربازی. میرم برمیگردم، نرین جایی. این همه غذا تو ولاگا خوردم ولی هیچ کدومتون نگفتید. البته چرا بعضیاتون گفتید چرا زرش پلو با مرغ که غذا مورد علاقت نمیخوری. اینم از زرش پلو با مرغ مجلسی. واو، میمیرم برای این غذا. مرغش حسابی تو روغن سرخ شده، بعدش هم تو سس پخته. خیلی خوشمزه است. واقعا عطر و بوی برنج ایرانی آدم رو دیوونه میکنه. خیلی عالیه. من عاشق زرشکم. مثلا زرش پلو با مرغ به عشق زرشکش میخورم. خیلی لذیذه. تمیز. حتی نباید بذاری یه ذره شدر بره.
خیلی خوشمزه بود واقعا، حال داد. البته من چون غذای مورد علاقه‌مه هفته 4-5 بار میخورم، ولی خب خیلی وقت برای شما نذاشته بودمش، یا حداقل تو ولادا نذاشته بودمش، خیلی چسبید. بریم برای آیتم آخر ببینیم چی پیش میاد دیگه. فعلا تصمیم نگرفتم، ببینم چی عوض میکنم، همونو سفارش بدم فعلا. خب بچه برای آیتم آخرم دارم با یه میدر پپرونی تمامش میکنم. البته پپرونی نفرستادم، من پپرونی سفارش داده بودم ولی نمیدونم چرا مخلوط برام فرستادن، ولی خب خوبه حداقل سیب زمینی باش هست. واقعا متاسفم برای اینه، نمیدونم اصلا نگاه نمیکنن انگار به سفارش ها. ولی که برام مهم نیست، هرچی میخورم فقط. اون ساعت 9:30. آره ساعت 9:30. من دارم این چالش رو تو کمتر از 12 ساعت. واو دیگه خیلی دارم ماهر میشم واقعا. اصلا نوشابه باید حتما زیرو باشه، واقعا دارم میگم. اوه سر اومد. آخیش و کچاپ بوش که خیلی خوبه، با اینکه سفارش هم اشتباه فرستادم ولی اب نداره. امروز 2 دفعه نازی بود دندونم بشکنم. کجاست؟ قانون 3 ثانیه رو که میدونی، زیر 3 ثانیه برداری مشکل نداره. خیلی خوشمزه است. بلگ این هفته هم تمام شد. واقعا به من که خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما خوش گذشته باشه. دلم براتون تنگ میشه واقعا تا هفته بعدی. نمیتونم بیشتر از هفته یه بار ولاگ بذارم چون خیلی مشغله کاری دارم، امیدوارم درک کنید. ولی واقعا بدونید خیلی دلم براتون تنگ میشه. ممنون از همه انرژیایی که بهم میدین، کامنتایی که میذارید. ممنون از اونایی که واقعا ویدیو رو لایک میکنن. دمشون گرم، دم همتون گرم. مرسی که هستید و تا هفته بعد دیگه ببینیم که چی پیش میاد و من خوشحالترینم که شماها رو دارم. به خدا راست میگم خیلی دوستتون دارم. دمتون گرم. برین و منو با این قوطی نوشابه‌ای که همرنگ لباسمه تنها بذارید. برید دارم میپسری که خدافظ. آره خدافظ. الان صدا میاد. خدافظ.